سلام به همه دوستای عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. من رضام و این کانال RP76. خوشحالم که توی این قسمت هم تونستم کنار شما باشم. توی قسمت قبلی در مورد تگای متن، لینک، تصویر، لیست و کانتینرها صحبت کردم و یاد گرفتیم که چه شکلی میشه ازشون توی HTML استفاده کرد. امروز قراره در مورد یکی از مهمترین عناصر HTML یعنی جدول‌ها با هم صحبت کنیم. جدول خیلی ساده است. خیلی این آموزش هم کوتاه. بریم ببینیم که چه شکلی میشه یه جدول درست کرد. خواهی یادتون باشه این کدا رو دفعه قبلی با هم زدیم و اومدیم از دیو و کانتینر و تگای اچ و پی و مثل پاراگراف و اسپن و اینا استفاده کردیم. حالا تو این قسمت میخوایم یه جدول ساده درست کنیم. برای ساخت یه جدول فقط کافیه ببینید تیبل و تگ بازو واسطشو بذارین و وقتی که حالا هر چیزی خواستین توش بنویسیم بریم سیوش کنیم، بریم اینجا ببینیم که داره نمایشش میده. خب و برای اینکه مثلا بخواید حاشیه‌اش نشون داده بشه فقط کافیه بنویسیم بوردر و اینا رو میتونید پاک کنین و این نشونش میده. اینجا خیلی کوچیکه چون من ساختار جدولم اشتباه. هر جدول یه سری سطر و ستون داره دیگه. خب برای هر سطر شما باید بزنید TR و برای هر ستون میتونید از TD استفاده کنید. مثلا من الان اینجا اگه بنویسم name و یه TD دیگه باز کنم بنویسم مثلا last name، بریم ببینیم که این شکلی شد. خب و برای سطرهای بعدی فقط کافی دوباره TR رو تکرار کنم بگم TD و مثلا رضا پارسیان، میگه این شکلی میاد زیر هم. اگه این بورده رو برداریم میبینید که حاشیه‌اش میره. خب این جدول خیلی قدیمیه، فکر کنم اولین جدولایی هست که اومده دیگه، ولی جدیدن عوض شده. اگه شما میخواید با جدول کار کنین یه سری کانتینر داخلش اضافه کردن به اصطلاح مثل تی هد که شکلی شما میگین تی آر و دیگه نمیگین تی دی که سلولار رو بسازه، بهش میگین تی اچ. تفاوتش اینه که یکم بولدتر میشه و میتونین همین یه اپلیکیت بگیرین بگین که مثلا من علاوه بر تی هد تی فوت هم میخوام که میاد میره اون پایین. یه مهم نیست که کدومو بذارین اول کدوم بذارین آخر. ببینید که این شکلی کار میکنه. حالا عوضش کنیم مثلا یه هم چیزی ببینید که خودش یکیش میره پایین یکیش میره بالا میشه. جایگاهشون مهم نیست و بعدش هم اینا هم میره داخل تی بادی قرار که تمیزتر باشه به اصطلاح. فقط حواستون باشه که تی هد و تی فوتر تی آر و تی اچ استفاده میکنن ولی توی تی بادی از تی آر و تی دی استفاده میکنن که بوردرشو برداریم دوباره با هم ببینیمش که این شکلی. و کلا همین چیز خاصی نداره جدولا. این آموزش همینقدر کوتاه بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این قسمت. تا قسمت بعدی خدا نگهدارتون.